برمیگردیم به یک آموزش دیگه. از قسمت مدیا سوژه رو وارد میکنیم، یک شیپ میکشیم، تمام صفحه‌اش میکنیم، از قسمت کالر رنگ آبی بهش میدیم و از قسمت بلندینگ اند اپاسیتی از قسمت کالر روی گزینه سومی میذاریم. دوباره میایم از قسمت مدیا سوژه‌مون که پی کردیم رو قرار میدیم و دقیقاً فیت خود سوژه میکنیم. دوباره میایم از قسمت مدیا یک شیپ میکشیم، به این صورت از این قسمت یکم کجش میکنیم، میبریمش بالا، رنگش رو این قرار میدیم، این کد رنگی، و دوباره میزنیم روی شیپمون. از قسمت بلندینگ اند اپاسیتی میایم از قسمت کنتراست این گزینه رو انتخاب میکنیم و میاریمش زیر سوژه PNG شده. دوباره از این یک کپی میگیریم و میاریمش یک مقدار پایین تر. دوباره میایم یک دایره میکشیم، اینو بزرگش میکنیم، بهش استروک سفید میدیم و رنگش رو آبی میکنیم. دوباره از قسمت مدیا این لایه رو قرار میدیم، از قسمت افکت رو بهش افکت وایپ رو میدیم، استارت رو 0 کنیم و دوباره زیادش میکنیم به این صورت. و ببینید اینو پنجره رو اینجوری میکنیم که به این صورت قرار بگیره. از قسمت گزینه آخر هم ببینید محوش میکنه. خب حالا ما اینو میاریم پایین، روی این گزینه ضربه میزنیم، از این 3 نقطه بالا کریت کلیپینگ ماسک رو میزنیم و میبینید که ماسک شد توی این شیپ دایره. دوباره میام از قسمت بلندینگ اند اپاسیتی یکی از اینا رو انتخاب میکنیم، ببینیم کدومش به کاورمون میخوره. این هارد لایت به نظرم اوکی، میتونیم اپاسیتیش رو کم یا زیاد کنیم و میتونیم این لایه رو با این لایه که انتخاب کنیم از 3 گزینه این بالا گزینه سمت چپی رو انتخاب کنیم و یه دونه گروپ میشه. الان میتونیم اینو کم بیاریمش پایین تر. میام دوباره یک شیپ میکشیم، رنگش رو آبی میکنیم، بهش افکت گاشین ملر رو میدیم و بلرش میکنیم. دوباره رو همون شیپ ضربه بزنیم بهش، از قسمت لایت کالر داش رو بدیم که برامون لایت درست کنه و میتونیم بیاریمش بذاریمش زیر سوژه. اپاسیتیش رو میتونیم کم و زیاد کنیم. دوباره از قسمت شیپ ها یه دونه شیپ بکشیم و بزرگش کنیم